توجیکان در آینه تاریخ. صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش‌ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از موضوع نخستین قاموسنامه نیاگان. اندیشه های عالم اوستاشناس تاجیک بابا نظر باباخان در بابت عمومیت و هماهنگی ویده ها و اوستا تا جای جسورانه افاده شده که تفاوت میان آنها را از فرقیت دو شیوه یک زبان، فرقیت انگلیسی انگلیا و امریکا بیشتر نمی شمارد و بارها تاکید می کند که سرمنشه آنها اگرچند یک باشد هم در زینه های من بعده پیشرفت تمدن تفسیر نوین و بالاتر قسمت های جداگانه اوستا علل خصوص گاتها با شرافت آریایی های مسکونی قلمرو باختر، سوق، خوارزم صورت گرفته است. البته اوستا در جای خالی با وجود نآمده است. نخست اینکه قسمت روایتی و میفولوژی آن دوام دهنده و میراث دوره هندو اروپایی است. هندو اروپایی ها ادبیات و صنعت داشتند و از مردم بسیار مترقی در عصرهای 60، 50 و 40 تا میلاد بودند. یعنی اولا اوستا محصول ملتی است که خود سازنده بود در مرحله نوین تاریخی جداشوی و داراشوی به هویت ملی و ملتی بود صاحب کتاب و در دوره نوین هم همان انعنه کتاب نویسی، انعنه اندیشمندی یا فرهنگی را نه تنها از دست نداد بلکه توانست به سخن نو با اندیشه های نو و شرایط نو 100% ترقی بدهد. این دوره تصادف تاریخی نبود و این درجه ترقیات این دوره ها بنابر تحقیقات نوین از جمله ایتالیایی ها که دولت های قدیمترین تورانی را تحقیق کردند بسیار خوب اثبات می شود و به گمان من تخمینا دانشمندان درباره آنکه زردشت وخشور باید در عصرهای نخستین هزاره 2 تا میلاد مسیح پیدا شده باشد باید 100% درست باشد. هرگاهی که پاره‌های جداگانه کتاب مقدس اوستا را در ترجمه و تفسیرهای من بعدش ورق‌گردان نماییم می‌بینیم که شکوه و شهامت ایلیادا و ادیسه گومر که عقل بشریت را هزار ساله ها باز تسخیر کرده است در نزد این شاه اثر عالم شمول نیاگان ما میکاهد. اوستا که 100 ساله ها قبل از شاهکاری گومر ایجاد شده است از روی تدقیق عالم انگلیس وست تقریباً از 345 هزار کلمه زند اوستا تفسیر و ترجمه اوستا با زبان پهلوی باشد از 2 میلیون کلمه عبارت است. برای قیاس میتوان گفت که از روی اخبار بالایی تنها یک خود اوستا حجماً از شاهنامه فردوسی چندین برابر بزرگ است. از کتاب بزرگ زردشتیان و رایج بودن متن‌های قدیمه دینی در میان پیروان آیین زردشتی مورخان یونان و ریم قدیم نیز بارها معلومات دادند. مثلا مورخ ریمی پلینی با معلومات تاریخ‌نگار گرمیپ که در عصرهای 3 تا میلاد زندگی کرده است تکیه نموده می‌آورد که کتاب مغان زردشتی 2 میلیون بیت را فرا می‌گیرد. بنا به اخبار گرمیپ با سفارش اسکندر مقدونی در عصر 4 تا میلاد فیاپام دانشمند با آموزش، تدقیق و ترجمه اوستا مشغول بوده است. در سرچشمه‌های قدیمه پهلوی تا زمان ما رسیده آید به تاریخ نوشته شدن اوستا معلومات پرقیمت بیان شده است. موافق اخبار این سرچشمه زردشت بعد آزمایش و امتحان‌ها درباره شاه ویشتاسپ یا گوشتاسپ نیز میگویند مقام و مرتبه بلند یافته با امر شاه
нахустин шуда китоби муқаддаси авесторо бо хати дабирӣ дар тахтачаҳои тиллоӣ навишта дар хазинаи оташкада ҷой дод. қадимтарин нусхаҳои авесто зоҳиран дар баробари подшоҳи Балх Виштосп дар Каъбаи Зардушт, оташкадаи Навбаҳор ва дигар оташкадаву ибодатхонаҳои бошукӯҳи қаламрави Балх нигаҳдорӣ мешудааст. аз ахборҳо бармеояд ки Искандари Мақдунӣ ҳангоми тохтутоз ин китобро сӯзонда ба дарё андохтааст. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих дар мавзӯи нахустин қомусномаи Ниёгон идома дорад.